سلام به همه رویال بازای عزیز. یه چالش جدید، یه فششه اول میندازم بره ببینم چی میشه. اینور این گوزنه رو فرستاد، خره اسبه نمیدونم، پگا میزنم، با پگا ببینیم چی کار میشه. دارکوبون رو انداختم، اون بچه اجدها رو انداخته، کاریش ندارم فعلا. اکسیر میزنم ببینید چی میشه، بذاریم پر بشه. یه مگانایت میندازم، یه فشش هم پشتش میندازم الان. بله پگا انداخت، ببینیم مگانایت پگا رو میزنه فکر کنم میزنه. یه دارکوپلین هم از این ور میندازم، شادی هم از اون طرف، ببینم چی میشه. ای والله یه رازن انداخت، رازن رو با مگانایت میندازم ببینم مگانایت میزنه، دمیج میزنه یا نه. خوبه، پسش هم انداختم. ایول مگانایت، ایول پگا از این طرف میندازم، فکر کنم حادی سش کنم. این نوب اصلا بلد نیست. دارکولین خوب زد، یه فایر میزنم. ایول شادی میندازم، رازن دارکولین میندازم. بعد دارکولین قویه، سش میکنه. ایول چالش خوب